در آسمان اسطوره‌های ایران پرنده‌ای جاودان بال می‌گشاید. شهباز نماد آزادگی، نیروی ایزدی و آگاهی انسانی. شهباز ایرانی از کهن‌ترین نمادهای آریایی است. پرنده‌ای آسمانی که در اسطوره‌ها همراه پادشاهان و قهرمانان بوده است. در دوران هخامنشی و ساسانی، شهباز نشانه قدرت، شجاعت و ارتباط انسان با نیروهای مینوی دانسته می‌شد. در فرهنگ ایران باستان، شهباز تنها یک پرنده نبود. نمادی از روح برتر انسان بود که از تاریکی جهل به سوی دانایی پر می‌کشد. بالهای او نشانه آزادی و اراده رهایی از محدودیت‌های زمینی است. و در ادبیات عرفانی ایران نیز شهباز نشانه روح عارف است که به سوی حقیقت پرواز می‌کند. در شاهنامه فردوسی، در مثنوی مولوی و در اشعار حافظ، شهباز نماد روح والا و انسان کامل است. او پیام‌آور نیکی، شجاعت و بیداری است. پرنده‌ای که به انسان یادآوری می‌کند راه به سوی آزادی از درون آغاز می‌شود. شهباز ایرانی از دل اسطوره تا امروز نشانه‌ای از هویت و شکوه جاودانه این سرزمین است. نمادی که همچنان ما را به یاد خرد، آزادی و پرواز به سوی نور می‌اندازد. شهباز ایرانی، میراثی از آسمان و روح آزاد ایران.